از بین حماسه‌های طبیعی در جهان، ایلیاد و اودیسه هومر در طول سالیان طولانی منبع اقتباس فیلم‌ها و سریال‌های فراوانی بودند و غرب به این جهت که منبع الهام و ریشه‌های شکل‌گیری تمدن نوظهور خود را تاریخ، فلسفه، سیاست و هنر یونان باستان و بعدها روم می‌داند، توجه بسیار ویژه‌ای به این آثار نشان داده است. این آثار با تولیدات چشم‌نواز غول‌های هالیوودی در دهه‌های مختلف آنقدر موفق عمل کردند که امروزه در سراسر جهان همه حداقل با نام‌های اساطیر یونانی مثل آشیل یا آکیلیس، هرکول، اودیسیوس، پادشاه ایثاکا و یا خدایان یونانی مثل زئوس، هیدیس و پوزیدون آشنایی دارند. آنها به این هم بسنده نکردند و دست به بازآفرینی شخصیت‌های اساطیری با نگاه روز در قالب ابرقهرمانانی جدید زدند. بتمن، سوپرمن، شازم، واندرومن، آکوامن و غیره همه برداشتی آزاد از اساطیر یونانی هستند. ابرقهرمانانی که ابتدا در قالب آثار کمیک معرفی و با گذر زمان جای خود را در فرهنگ عامه پیدا کردند. قهرمانانی که نه تنها حکم الگوهایی برای نسل جوان در جامعه را داشتند، بلکه سعی در شکلگیری قطب‌نمای اخلاقی با معیارهای لیبرال داشتند. قهرمانانی که دشمنانشان همان دشمنان کلاسیک امریکا در دل دوره‌های مختلف تاریخی بودند و دوستانشان متحدین کلاسیک امریکا. در مقابل این سطح از توجه به آثار کلاسیک یونان، اختلافات سیاسی باعث شده نه تنها تاریخ و آثار ادبی کلاسیک ایران توسط غرب و غول‌های رسانه‌ای نادیده گرفته شوند، بلکه در پروپاگاندای رسانه‌ای با تولید آثاری مثل فیلم 300 قسمت اول و دوم مورد تاخت و تاز هم قرار گرفتند و ایرانیان در قامت آنتاگونیست‌های آثارشان به شکلی ناهنجار به تصویر در می‌آیند. بدعتی که سنگ بنایش را امریکا گذاشت و تاخت و تاز به تاریخ و فرهنگ ایران حالا به دیگر نقاط جهان هم تسری پیدا کرده است و کشور قزاقستان در اقدامی عجیب به تازگی دست به ساخت فیلم پرهزینه تومیریس زده است. فیلمی که بر اساس روایت ضعیفی ساخته شده است که در آن ملکه سکاهای ماساژت یا ماساگت در جنگ با ایرانیان کوروش هخامنشی را به قتل می‌رساند. روایتی ضعیف که در میان مورخین قدیمی تنها هرودوت آن را به این شکل نقل کرده است. این فیلم درست در زمانی ساخته شده است که فیلم کوروش بزرگ قرار بود با همت مرحوم علی معلم و به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی ساخته شود و در مرحله پیش تولید قرار داشت. به سرنوشتی نامعلوم دچار شده است و به نظر نمی آید به این زودی ها بتوان انتظارش را کشید. پروژه‌ای که پس از فیلم کوروش بزرگ استارت می خورد و قبل از آن به اتمام می رسد که واقعا تأسف برانگیز است. واقعیت تلخ امروز ما این است که پس از سالها بی‌توجهی به تاریخ ملی و آثار ادبی کلاسیک و عدم ارائه ضعیف، حتی قادر نیستیم روایت خودمان را از تاریخ، فرهنگ و اساطیر خودمان ارائه کنیم. و آثار فرهنگی و هویتی کشورمان که نه تنها سرمایه ملی بلکه باید بخشی از آن را سرمایه جهانی دانست، به دور از چشم مردم ما و دنیا خاک می‌خورند. در این دوران غفلت فرهنگی، استدیوی خصوصی هورخش که به همت اشکان رهگذر راه‌اندازی شده با بودجه محدود دست به ساخت انیمیشن آخرین داستان زد که حکم فانوسی در دل تاریکی را دارد. استدیوی هورخش می‌تواند یک رستاخیز فرهنگی هم در حوزه بازآفرینی آثار کلاسیک ایرانی و هم در حوزه انیمیشن باشد، اگر ادامه داشته باشد و اگر قدم‌های بعدیش را محکم‌تر بردارد. سلام، من حسام الدین حبیبی هستم و این 5مین قسمت از ریویو از پیج سینماتریسه. لطفاً قبل از هر کاری اگر ما رو در اینستاگرام میبینید فالو، اگر در یوتیوب میبینید سابسکرایب و اگر از مشترکین آپارات هستید بر روی دکمه دنبال کردن کلیک کنید. ممنونم. قسمت 5 ریویو مربوط به انیمیشن آخرین داستانه.
انیمیشن آخرین داستان به نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر و توسط استودیو هورخش در یک بازه تقریباً 10 ساله ساخته شده. کاری واقعاً طاقت فرسا به این جهت که حفظ انسجام یک اثر در این بازه زمانی واقعاً کار دشواریه. با توجه به حقایق موجود، نمیشه هنگام بررسی این اثر به این نکته و اتمسفری که این انیمیشن در اون ساخته شده بی توجه بود. پس در همین ابتدای کار باید بگم این اثر به خاطر شروع دورانی جدید در حوزه انیمیشن که حاصل یک روند ساختاری هم نیست و مستقلانه صورت گرفته شایسته تقدیر ویژه‌ایه. انیمیشن آخرین داستان و استودیو هورخش مسیری رو در پیش گرفتند که استودیو جیبلی و هایائو میازاکی و سایر کشورهایی که تصمیم به ساخت انیمیشن‌های مستقل و بومی گرفتن رفته. یعنی پرهیز از ورود به قلمروی آثار چشم‌نواز و پرزرق و برق سه‌بعدی که رقابت با آنها بسیار دشواره و به جای اون استفاده کمالگرایانه از تکنیک دوبعدی و اضافه کردن جنبه‌های متمایز کننده شناختی به شاکله اون که به اثر اصالتی بومی ببخش. با اینکه آخرین داستان تا حدی از فقدان فریم‌های کافی که به نظر به خاطر بودجه محدود اونه رنج میبره و با ایدئال بودن فاصله داره، اما کارگردان اثر با نگاه خاص خود دیدی سینمایی به اثر بخشیده. قاب‌ها، فضاسازی‌ها، رنگبندی‌ها، المان‌های ایرانی که تقریباً در تمام طول فیلم وجود دارند با دقت و وسواسی ستودنی در اثر گنجونده شدند. انیمیشن در تمام طول اثر نشون میده که درک درستی از فرم داره. هر اونچه که داد منتقدین رو در آثار دیگه در میاره نقطه قوت این اثره و به جرئت میشه گفت حتی در مقایسه با کلیت آثار سینمایی سالهای اخیر ایران دست بالاتر رو داره. تلفیق تکنیک دوبعدی و سه‌بعدی انتخاب هوشمندانه‌ایه که متاسفانه پرداخت اون به اندازه کافی خوب نیست. البته نمیتوان گفت که بده، بهتره بگیم کارگردان اثر و تیم طراح اثر نشون داده بودن که بیشتر از اینها میشد روی اونها حساب کرد. آخرین داستان از ضرباهنگ خوبی برخورداره. از نمای پی‌اووی آغازین که ما را از دید سربازی که سقوط شهر رو در مقابل اهریمن و شیاطین نظاره میکنه و ما رو به ناگاه وارد اتمسفر اثر میکنه تا انیمیشن های کوتاهی که با تکنیک متفاوت با کلیت اثر گذشته رو روایت میکنند تا کابوس های مرداس و مرگ فرانک در حالی که به فریدون خیره شده و جدال با ضحاک و بسیاری صحنه‌های دیگر بسیار زیبا و هنرمندانه تصویر شدند و انیمیشن زیر بار اونها هیچگاه از نفس نمیفته و ملال‌آور نمیشه که بسیار ارزشمنده. یکی از نقاط عطف انیمیشن موسیقی متن اون و به ویژه موسیقی تیتراژ اون با صدای استاد شهرام ناظری که به شکل غیرقابل وصفی زیبا و تاثیرگذاره. آشیل این اثر که نذاشته آخرین داستان لقب عالی بودن و یدک بکشه فیلمنامه است. فیلمنامه از ضعف جدی رنج میبره. شخصیت ها اونطور که باید پرداخته نشدند و عمق کافی ندارند. در بسیاری از لحظات برای مخاطب ناآشنا با شاهنامه گنگ و برای مخاطب آشنا با اون ناقصند. در یک فرصت سوزی وحشتناک شخصیت کاوه و انگیزه هاش به درستی پرورش داده نمیشن. کاوه 18 فرزند داشته و فرزندانش یک به یک خوراک مارهای ضحاک شدند و اون برای دادخواهی نزد ضحاک میره تا آخرین پسرش رو از مرگ نجات بده. ضحاک فرزند کاوه رو آزاد میکنه و ازش میخواد متنی که حاکی از عدالتخواهی اونه امضا کنه، اما کاوه سر باز میزنه، با پسرش فرار میکنه و قیام میکنه. دادخواهی کاوه اونچنان عمیق و شوکه کننده است که وقتی از ضحاک میپرسن چرا کاری نکرده میگه دادخواهیش منو بهت زده کرده بود و یک چنین فرصت دراماتیکی برای تقابل کاوه و ضحاک
و پرورش شخصیت به راحتی از دست میره. نقاط ابهامی در اثر وجود داره که به جهت فاصله گرفتن از داستان اصلی ایجاد شده. مثلا اینکه چرا یک جوان از خودروزی باید در محوریت قیام باشه. انیمیشن پاسخی در خور به این سوال نمیده و گفته نمیشه فریدون از تبار جمشیده، یا جمشید که پس از مغرور شدن و از دست دادن فر ایزدی سرگردون میشه و در قامت پیری خمیده در آوارگی و مخفیانه زندگی میکنه و نهایتاً توسط ضحاک کشته میشه در اثر عنوان نشده که اگر میومد هم بار دراماتیک خوبی داشت و هم پیام موجود در داستان فریدون و ضحاک که پیام جایگزینی دائم عدالت و بی‌عدالتی به درستی شکل می‌گرفت. ظاهرا هم حاکی از اونه که اشکان رهگذر سعی داشته با نزدیک کردن اثر به واقعیت و امروزی تر کردنش و شدت تاثیرگذاری اثر در مخاطب اضافه کنه که فاصله گرفتن از داستان منسجم اصلی باعث ایجاد سردرگمی هایی در کلیت اثر شده. اینکه در چنین داستانی نه فریدون عمق کافی شخصیتی داره و نه ضحاک واقعا اشکالی جدیه. البته که اشکان رهگذر سعی کرده با شخصیتی مثل طهمورث که دارای شخصیت پردازی بهتر و دقیق تریه و دارای نیمه پنهانیه به اثر عنصر غافلگیری اضافه کنه، اما برای نجات فیلمنامه و نقص‌هایی که داره کافی نیست. انیمیشن آخرین داستان و استودیو هورخش با نقاط قوت فراوانی که داره و نقطه ضعفی مثل فیلمنامه همچنان اثر در خور تحسینیه که داره بار بی‌اعتنایی به تاریخ و ادبیات کهن رو به دوش میکشه که بار سبکی هم نیست. ظهور استودیوی مستقلی مثل هورخش اگر ادامه دار باشه و بتونه سرمایه گذار جذب کنه و به دنبال اون شروع به جذب نیروهای توانمند بیشتری کنه تا کیفیت اثر بیشتر و زمان ساختش کاهش پیدا کنه و البته که از تیم نویسندگان توانا در کنار عواملش بهره ببره، میتونه بازارهای جهانی و با دوبله‌های انگلیسی با کیفیت هدف بگیره و نوید دهنده موفقیت برای این استودیو و حتی فرارسیدن دوران طلایی انیمیشن برای ایران باشه. ممنون که با ما همراه بودید.